فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اولین بیننده در مورد رزق و روزی سوال کردند. پرسیدن که چه کارهایی در افزایش رزق و روزی مؤثر است؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. رزق در واقع یکی از مواردی هست که الله متعال قبلا برای انسان مقدر کرده. همان گونه که عمر انسان مقدر شده، تعیین شده، کم و کاستی در آن امکان پذیر نیست، نه کم می شود و نه اضافه می شود. رزق رو هم الله متعال تعیین کرده، جز تقدیراتی هست و جز سرنوشتی هست که الله متعال برای انسان مقدر کرده. و تقدیر بر دو گونه هست، دو نوع تقدیر داریم. یک تقدیری که نزد الله متعال هست، یعنی در الکتاب در لوح محفوظ نوشته شده که فرشتگان هم از آن اطلاعی ندارند. آن چیزی که در علم الله متعال هست، در علم ازلی الله متعال هست، اون قابل تغییر نیست. چیزی که در علم الله متعال هست، در لوح محفوظ نوشته، اون قابل تغییر نیست. منتها نامه هایی که به دست فرشتگان هست که در هر سال مثلا به فرشتگان داده می شود که اینو اجرا بکنن در شب قدر، در این نامه هایی که در اختیار فرشتگان هست این قابل تغییر هست. چه بسا الله متعال رزق یک انسانی را یا عمر یک انسانی را معلق گذاشته باشه، بدین معنی که خود الله متعال میداند که آیا این انسان فلان کار رو انجام میدهد که باعث ازدیاد عمرش بشود یا ازدیاد روزیش بشود یا خیر. الله متعال همه چیز رو میداند، اما فرشتگانی که اون نامه در دستشون هست و اون احکامی که به اونها داده که اجرا بشه در دستشون هست، آنها اطلاع ندارن. در آن دستوری که به فرشتگان داده شده این قابل تغییر هست. پس بنابراین در مورد رزق هم همین مطلب رو من میخوام بیان بکنم. علمی که نزد الله متعال هست در لوح محفوظ نوشته، هر چیزی که برای انسان مقدر شده و هر مقدار رزقی که تعیین شده اون قابل تغییر نیست. منتها در این لوحی که در دست فرشتگان هست این قابل تغییر هست و اعمالی که در شریعت اسلامی، در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم یا در آیات قرآن کریم آمده که موجب زیادت عمر یا رزق می شوند، اینها در این زمینه هست که امکان دارد الله متعال به خاطر عمل صالحی عمر یا رزق انسان را بیشتر بکنه. و این رو ما در زندگانی خودمان یعنی احساس میکنیم، یک امر کاملا محسوسی هست. در آیات قرآن کریم و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مواردی ذکر شده که دلیل بر ازدیاد رزق هستند. اگر انسان این اعمال رو انجام بدهد الله متعال رزقش را هم اضافه میکنه. به طور مثال الله متعال در قرآن کریم میفرماد ولئن شکرتم لازیدنکم، اگر شما سپاسگزاری بکنید، شکر نعمت را به جا بیاورید، من بیشتر به شما میدهم. معنی این آیه این هست کسانی که شکرگزار هستند، سپاسگزار الله متعال هستند، وقتی که یک آبی میخورند، غذایی میخورند، از نعمتی استفاده میکنند، شکر الله متعال را به جا میآورند، الله متعال به اینها وعده داده که لازیدنکم، من شما رو بیشتر میدهم. یعنی این که اگر کسی شکرگزار نباشد اون اضافی را مضاعف را الله متعال به اون نمیدهد. پس بنابراین اولین امری که موجب ازدیاد رزق می شود شکر نعمت هست. هر انسانی که شکرگزار نعمت باشد الله متعال بهش وعده داده که بیشتر از آن را به اون عنایت بکنند. مطلب دومی که در مورد ازدیاد رزق هست استغفار هست، طلب مغفرت از الله متعال و معذرت خواستن در برابر و به خاطر گناهانی که از انسان سرزده شده. و در این زمینه آیاتی از قرآن کریم داریم و احادیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم. معروف ترین آیاتی که در قرآن کریم در این زمینه هست در سوره نوح هست که الله متعال میفرماید از زبان حضرت نوح فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. نوح میگوید که من به قوم خودم گفتم که ای قوم من، ای پیروان من، شما استغفار بکنید از الله متعال
معذرت بخواهید و طلب بکنید که شما را ببخشد. اینه کان غفارا، الله متعال غفار هست، بسیار بخشنده هست. ببینید در ابتدا مغفرت رو، استغفار رو ذکر کرده که استغفروا ربکم، از پروردگارتون طلب مغفرت بکنید زیرا که الله متعال غفار هست. نتیجه این استغفار چی هست؟ در ادامه این آیه الله متعال میفرماید یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لكم جنات و یجعل لكم انهارا، که الله متعال به خاطر این استغفار و در مقابل استغفار شما آسمان رو بر شما درهایش رو باز میکند، باران بر شما میبارد و اموال و بنین شما اضافه میشند. یمددکم به اموال و بنین، مالها و فرزندانی رو به شما الله متعال عنایت خواهد کرد. و یجعل لكم جنات، برای شما باغهایی رو خواهد آفرید و خلق کرد و پدید می آورد. و یجعل لكم انهارا، و جویهایی رو در میان شهرهای شما پدید می آورد. یعنی تمام اینها جزو نتایج و تأثیرات استغفار هستند. و همچنین در روایتی هست از حضرت ابن عمر، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه، که میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضیق مخرجا و من كل هم فرجا و رزقه من حیث لا يحتسب. این روایت ابو داود هست. هر کسی که استغفار را لازم بگیرد، یعنی همیشه و مدام استغفار بکند، الله متعال از هر تنگنایی برایش فرجی خواهد آورد و از هر غمی او را رهایی خواهد داد و از جایی که گمان نمیبرد به اون رزق میدهد. و رزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که گمان نمی کند رزق و روزی به اون میرسد. پس بنابراین اولین مورد شکر نعمت بود و دومین مورد استغفار هست و سومین مورد صله رحم هست، یعنی برقرار کردن رابطه خویشاوندی با خویشاوندان خودشون، که ابو هریره رضی الله تعالی عنه در حدیثی که متفق علیه هست، بخاری و مسلم روایتش کردن، این مطلب رو کاملا بیان کرده. من سره ان یبسط له فی رزقه، من سره ان یبسط له فی رزقه، هر کسی که میپسندد و دوست دارد که رزقش گسترده بشود. جالب این است که صله رحم هم باعث ازدیاد رزق میشود و هم باعث ازدیاد عمر، هم عمر رو اضافه می کند و هم رزق انسان رو اضافه می کند. من سره ان یبسط له فی رزقه و ینسأ له فی اثره، تا اینکه اثرش بیشتر بماند، نقش قدمش بیشتر بماند، که این تعبیر از که عمر طولانی هست. در ادامه رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماند فلیصل رحمه، رابطه خویشاوندی خودش را برقرار بکند. پس بنابراین این مورد سوم هست. مورد چهارم احسان به فقرا هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح بخاری می‌فرماند ابغونی عند ضعفایکم، مرا تلاش بکنید، دنبال من بگردید نزد ضعفایتان. و در ادامه می‌فرماید هل تنصرون و ترزقون الا بضعفایکم، آیا مگر غیر از این است که شما رو الله متعال یاری می‌دهد و به شما رزق می‌دهد؟ به خاطر چی؟ به خاطر ضعفایتان، خاطر همین افراد ستم دیده که در میان شما هستند. پس بنابراین رسیدگی به ضعفا و مستمندان هم یکی از اسباب زیاد شدن رزق است. و پنجمین مورد که خیلی مهم هست دعا هست، که انسان همیشه دعا بکند. اگر از الله متعال چیزی رو بخواهد الله متعال اجابت میکند. از الله متعال همین مطلب رو درخواست بکند که پروردگارا به من رزق حلالی عنایت بکن، رزق حلال و رزق مبارکی رو به من عنایت بکن. این جزء دعاهایی هست که الله متعال ان شاء الله اجابت خواهد کرد. و در این زمینه دعاهایی هست در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده، به طور مثال اللهم اکفنی بحلالک و عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، پروردگارا مرا کفایت بکن با رزق حلالی که به من میدهی، مرا کفایت بکن از حرام. اینقدر من رزق حلال داشته باشم که دنبال حرام من نروم. واغننی بفضلک عمن سواک، و مرا غنی و بی نیاز بگردان از غیر خودت، هر کسانی که غیر از تو هستند مرا از همه آنها بی نیاز بکن. این دعا هم برای ازدیاد رزق مفید هست و هم برای پرداخت کردن دین. کسی که مقروض هست این دعا را انشالله همیشه ورد زبان بکند، قطعا تأثیر مثبتی خواهد داشت و الله متعال هم رزقش را اضافه خواهد کرد و هم قرض و وام او را پرداخت خواهد.